سلام به همه ماینکرافت عزیز، خوش اومدیم به این ویدیو. من داخل چنلم گفتم که این فارم گاوی که ساختم و براتون درست کنم، با لایک ویدیو مثلا بگین که درست کنم. منم اومدم که این فارمو براتون درست کنم. اول یه دونه چست میذارین اینجا و 3 هاپر بهش وصل میکنین. وسیله‌های ویدیو هم اول ویدیو داخل اینونتوریم بود، اونا رو جمع کی کردیم. بیاین این ویدیو رو نگاه کنین. همینجوری یک ردیف بلاک دورش میچینین و بلاک های بغل و 3 میرین بالا. یک ردیف روی بلاک های عقبی میذارین و دیسپنسرها رو قرار میدین بغل ها. بعدش یک بلاک موقت بینشون قرار میدین و یک بلاک هم اینجا میزنین و دیسپنسر سومی رو اینجا قرار میدین. بعد این بلاک وسطشون رو خراب میکنین و به جاش ردستون میزنین. اینجا دستم خورد. باز هم سوتی های ادامه دار و یک بلاک میذارین اینجا بالای دیسپنسرها رو بلاک میذارین و سقف رو میپوشونین. اینجا 2 بلاک بغل میذارین و دیگه این داخل دیسپنسر بالایی آب و 2 پایینی لاوا قرار میدین. بعد 2 دکمه های سنگی رو بالا وصل میکنین به بالایی ها و 3 دکمه های چوبی همونجوری که من قرار دادم بذارین و این بغلاری که ببینین چجوری گاوا کشته میشن و شیشه قرار بدین. دقیقا 8 شیشه. یک بلاک موقت میذارین، اضافه میکنین یک بلاک و خرابش میکنین و این اسلب رو اینجا قرار میدین. دوباره یک بلاک موقت میذارین، یه دونه هم بهش وصل میکنین. اینجا یه دونه ردستون تورچیو که داشتین اینجا قرار میدین. این فرم واقعا فرم خوبیه. من خودم داخل 2 بار برید کردن گاوا کلی گوشت به دست آوردم. بعد به تعداد 20 تا 24 تا گاو اینجا قرار میدین. برای اینکه بذارین این گاوا رو بیارین این بالا کار خاصی نداره. یه دونه اون بلاک بغل قرار میدین و از سمت مخالفش یه پله میزنین، با گندم گاوا میان بالا و شما اونا رو راحت بندازین داخل این چاله آب. بیستا شد. بعد این بلاک رو راحت بشه میتونین بذارین، میتونین خراب کنین. ما اینجا قبل اینکه این فارمو بسازین یک مزرعه گندم داشته باشین که مشکل گندم پیدا نکنین. داخل ویدیوهای شورتم اینو گفته بودم. حالا این گندم اگه بیاد، حالا گاوا رو راحت همینجا بریدشون میکنیم و بچه هاشون الان میبینین که میرن اون پایین. هر جای ویدیو هم که خسته شدین میتونین 10 ثانیه بزنین جلو، راحت خسته نشین. اینجا میبینین که گاوا اومدن پایین و من اینجا یه کاتی به ویدیو میدم. این همونجوری که میبینین این ردستونه برای اینکه اینا فعال شن. بعد لاوا فعال میشه، این آب قطع میشه، بعد دوباره خاموشش کنه، آب دوباره شروع به جریان میکنه. من یک بار دیگه هم اینا رو برید کردم و بزرگ شدن. الان اومدم که فقط خواستم که ببینید که چقدر گوشت میده داخل زمان خیلی کم. تقریبا 1.5 روز ماینکرافتی طول میکشه که گاوا برید شن. و یه چیز دیگه در مورد این فارم باید بگم اینه که هر 30 ثانیه یک بار میتونین گاوا رو برید کنین. 1 روز کامل ماینکرافتی گاوا رو برید کنین، داخل فرداش راحت میتونین چندین استک گوشت به دست بیارین. خب میبینین که
چقدر گوش داخل همین زمان خیلی کم به دست آوردین. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. ویدیوی بومیل فارمم میذارم تا فردا یا چند روز دیگه و دیگه حالشو ببرین. بوس به کلتون تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.